توجه به نزدیک شدن فصل پاییز ما پستامون هم دیگه داره تغییر پیدا میکنه. امروز میخوام یه کت بهتون یاد بدم. حالا میتونید این کلاه سرخود رو روی مثلا مانتو کار کنین، رو پالتو کار کنین، رو کت هم کار بکنین. میایین بالا تنه ساده رو میکشیم و این تغییراتی رو که میگم انجامش میدین. چیکار میکنم؟ میام از خط مرکزی CFمون یا همون دولای بسته یا دولای باز یک خط صاف میکشم و مجددا اینجا هم یک خط صاف میکشم. خب حالا میام از اینجا این قسمت گودی رو پرش کردم، گودی یقه رو میام از این قسمت در راستای همین به اندازه پهنای کلاه که به اندازه 35 تا 45 هست بالا میرم. خب بعد میام یه حرکتی رو روی این باید انجام بدیم. چیکار باید بکنیم؟ در راستای سرشانه، ببینید بچه‌ها، در راستای همین سرشانه من یک خطی رو همینجوری ادامه میدم. چرا؟ میخوام بیام بالا تنه پشت رو طوری روی این نصبش بکنم که ببینید مثلا قسمت یقه پشت اینجا قرار میگیره، این میشه خط CB من رو قسمت پشت و سرشونه جلو پشت میاد روی این خط به این حالت و این میشه حلقه حالا بالا تنه پشتم که ما خیلی باهاش کار نداریم، فقط خواستیم اینو به دست بیاریم. پس من یک خط در راستای سرشانه کشیدم، بالا تنه پشتم رو طوری اومدم روی این سوار کردم که یقه پشتم اینجا قرار بگیره و سرشونه روی این خطی رو که قبلا کشیدم انجامش میدم. خب بعد اینکه اینو کشیدم 35 تا 45 قد پهنای کلاه و بالا رفتم، هر جا که قرار گرفت از همینجا مجددا بنیارم میزنم اینجا رو به اندازه 1/2 دور سر که معمولا بین 26 تا 28 سانت هست یک خط میکشم. خب ببینید بچه‌ها، من همینو این شکلی ادامه میدم تا به پایین و حالا شروع میکنم اینا رو طراحی میکنم. چه شکلی؟ ببین الان کلاه من شد این و این. من این فاصله رو نصفش میکنم، این فاصله رو نصفش میکنم. از این قسمت به اندازه 3 تا 5 سانت میتونم بیام اینو حالت هلال آروم آروم به سر این وصل کنم، یعنی دیگه این الان حساب نمیشه، با اینم که فعلا کاری نداریم. این میشه کلاه من. درست شد؟ حالا میخوام یه فرمی رو به این کلاه بدم. میام از این قسمت 2 سانت پایین میام، این 2 سانت رو وصلش میکنم به این نقطه نصف و بنیامو ببینیم به این فرم طوری قرار میدم که در راستای این 5 تا 7 سانت از کادرم خارج بشم و این نقطه رو وصلش میکنم سر این قسمت به این شکل. این شکل کلاه من میشه. حالا یک طرفم بهتون اینجا آموزش میدم. شما میخواین این کلاه وقتی برمیگرده فرم یقه شال به خودش بگیره، یعنی هم کلاه داشته باشه هم یقه شال. شما میتونید بیاید از این نقطه تا این نقطه رو نصفش بکنید، یه فضایی رو خارج بشین، حتی به اینجا هم همینطور. یه ذره اینو به حالت هلال بازی یقه من حالا 10 سانت 12 سانت هست، مثلا جلوش هم بازه 3 سانت جا دکمه میذارم. این نقطه رو حالت هلال آروم آروم میارم به اینجا به 0 میرسونم. طراحی یقم مثل یقه شال میشه. این میشه فرم کلاهی که وقتی برمیگرده میشه هم کلاه سرخود هم یقه شال سرخود. امیدوارم که از این آموزش خوشتون بیاد و براتون کاربردی باشه.